بوریوبوفی چی است؟ بوریوبوفی این یکم بار شنیده است. این خیلی به فکرم این گلیم بوفی باشه. گلیم همین است به فکرم. گچکاری چی است؟ گچکاری چیزی که ما میفهمیم نکنه با لای چیزی که میسازن کوستا طبق با فکرم گچکاری با فکرم همین است. دویدگر این موسیقی برای موسیقی شعر آهنگ ایجاد کردن همین. ولی آهنگری آهنگر برای این کارو سر و کار میگیره. چی چیزها میسازن امو دوریدگرها؟ دوریدگر مثلا برای آدمای دهقان چی همین زمین کدما برای چه بگم اکثری من همین پایکاره ها میبینید که اینا یک محصولی دستی همون نفرانی است که بارکلوگری سر و کار دارن. با فکر شما آلوچه بوفی چی است؟ آلوچه بازی رو راستی گم یکم بار میفهمم. خب چی را در نظر داره شما مثلا همین کلمه گفتم با چی در نظرتون میاد؟ من کلمه آلو رو فهمیدم لیکن آلوچه بازی رو یکم بار میفهمم. راستی گم آلوچه در بوفی در نظر من هیچ چیز نمیاد. مخبرسازی یک اسباب قدیمی تاجیک است که مردم تاجیک با آنها نانهای خود را زیبا میگردانند. گلدوزی این دیگر نمود کشیده دوزی هم میگن، یعنی در متا اول نقش و نگاری همونطوری که کشیده میشد بعد با رسمون های رنگه دوخته میشود. همون نقش ها با واسطه رسمون های رنگه دوخته میشود.